اینجا کیلومتر 53 راه دوشنبه چناق در حدود ناحیه ورزاب است. نزدیک 2 روز است که برفریزی در اینجا ادامه دارد و در کناره های راه برف تا 1 متر و حتی زیادتر از آن رسیده است. راه تازه است اما نقلیات های گران حجم از جمله نقلیات های بارکشی فور حق عبور از راه را ندارند و تنها نقلیات های مسافرکش اجازه عبور از راه را پیدا کردند. درخواست ما همین است که جای را که من قدمی باشم مقصد پیشکی بگن که مقصد شوفیرها جای معین کنن یا جای پیش از خونه یا جای مقصد عبورتر دا من کنن. خود و خراد نشم بالا میریم بعد البته اوجونه قدم میریم. مسئولین شرکت ایرس از رانندگان درخواست کردند تا در راه قاعده های حرکت در راه را رعایت کنند. راه دوشنبه چناق یگانه راهی می باشد که شمال کشور را به مرکز پیوست می کند. همه سال در فصل زمستان این راه تقریبا چنین احوال دارد. رانندگان بعضا شرکت ایرس را برای آن تنقید می کنند که سری وقت راه را تازه نمی کند، اما مسئولین این شرکت پلچینک گفتند که همیشه راه را تازه می کنند و تلاش دارند راه همیشه باز باشد. میا 4 زنجیر خطرونه حال زور تروزا و میره با یه سوم ارزونه با میگم قیمت چیده هم حال همی زنجیر بندی همی 4 زنجیر خطید یه لیل فرونده یا با توز کنن نمک زنن انا موقع دیگه ایگم شکایت نیسته مهم زنجیر بند همی حال زور بینه نه ما دیقو میفرم بول با دتا تروز 200 چند سامویی و چند سامو. فعلا بعد از کیلومتر 52 تا درآمدگاه نقب استقلال احوال چنین است. برفریزی خیلی زیاد است و هرچند ماشین های شرکت ایرس راه را تازه دارند اما ظاهرا این کافی نیست. ماشین ها بسیار با مشکل از اینجا عبور میکنند و معلوم نیست که این وضع تا کی دوام میکند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی ورزاب.